بدون اینکه مستقیم بگی بگو ایرانی هستی. چیزا میگم بیبی دوست پسر داری؟ ایدز که نداری؟ عجیب ترین چیزی که مسیریاب میتونه بگه. از همون انتر خانمی که کنارت نشسته آدرس بده. یه قاتل سریالی شب اومده بالا سرت، چی میگی بهش؟ ما حجمم بالاست، خودت تو آپلود سریال به مشکل میخوری. این سریال هم کار میکنی؟ بابات HIV گرفته، واکنشت چیه؟ خب تو چی کن؟ ادامه بده پیچیت هم بگیر دیگه. رفتی مصاحبه کاری، چی کار میکنی که استخدام بشی؟ این همه نور قرمز برای اینجا زیاد نیست. تنها وسط جزیره گیر کردی. ایشالله که پری دریایی واقعیت داره. ایشالا که ندونی پری دریایی چه شکلی هن. باریکالله باریکالله. دیگه کاریه که شده. پیس پیس میمون. انشالله که از میمونا چیزی نشنیده باشه. گوشیتونو زدن میفهمی دوز داداشته. ای ما ای بعد میخوای یه بچه رو به سرپرستی بگیری ولی فقط یه بچه زشت مونده، چی کار میکنی؟ بی زحمت بذاری تو پلاستیک مشکی میبرمش. بذار داداشم هم یه تلاشی کنه بعدا مزاحمتون میشیم. فهمیدی که پدر مادر تو رو از پرورشگاه آوردن، چی کار میکنی؟ منو از پرورشگاه پاسداران آوردیم ورامینم بزرگم کردیم. تبدیل به در توالت عمومی شدی. این همه جا حالا باید اونجا بنویسی. بدون اینکه بگی هنرمندی بگو هنرمندی. از سلیقه‌ام تو کمدی خیلی خاصه. کمدین فقط پویان. عوضی گوه میخوری فقط فاطیما. باریکالله.